به نام خدا سلام عرض میکنم خدمت شما دوست عزیز. من فرهاد شیرعلیزاده هستم. امروز میخوام راجع به موضوع سطح انرژی بدن که در ویدیوی قبلی راجع بهش مفصل توضیح دادیم صحبت کنم. امروز میخوایم راهکارهایی رو در رابطه با افزایش سطح انرژی بدنمون ارائه بدیم که در واقع مکمل همون بحث قبلیمون هست. در ویدیوی قبلی ما اشاره کردیم که بدن ما در واقع یک حاله از انرژی اطرافش قرار داره که این حاله انرژی بسیار بسیار مهمه و از بدن ما محافظت میکنه و در واقع شرایط مالی، عاطفی، سلامتی، روابط اجتماعی در واقع به شکلی در ارتباط مستقیم با این لول انرژی ما یا سطح انرژی بدن ما قرار داره. و حتی گفتیم که مسائلی مثل اعتیاد یا افسردگی یا روی آوردن به سیگار یا مشروبات الکلی و امثالهم همش به خاطر پایین آمدن و پایین ماندن سطح انرژی بدن در یک بازه از زمان هستش. یعنی اگه به صورت مداوم و در طول یه مدت زمان این سطح انرژی بدن افت کنه و ما نتونیم اینو دوباره ریکاوری کنیم، برگردونیم به حالت قبل، به در واقع سطح انرژی بالاتر برسونیم خودمون رو، به این شکل در واقع عوارضش رو نشون میده: به خطر افتادن سلامتی بدن، از دست دادن تعادل روانی و گرفتار شدن در دام اعتیاد و مواد مخدر و امثالهم یا افسردگی شدید و حتی در موارد شدیدتر میل به خودکشی و امثال اینها از عوارض در واقع پایین بودن سطح انرژی بدنه. پس با این توصیفات ما میفهمیم که سطح انرژی بدن بسیار بسیار مهمه و از اون طرف عامل موفقیت، عامل در واقع بهبود وضعیت مالی، عاطفی، اجتماعی، سلامتی، همه اینها هم در گرو بالا بودن سطح انرژی بدنه. پس لازمه که ما توجه ویژه‌ای به این مسئله داشته باشیم، چرا که اصلا موضوع ساده‌ای نیست، بسیار بسیار اهمیت داره و خب خیلی‌ها به شکل در واقع خیلی سطحی و ناخودآگاه، یعنی هیچ آگاهی نسبت به این قضیه نداریم تو جامعه نسبت به این موضوع. اصلا هیچ گونه آموزشی، هیچ گونه آگاهی در واقع من ندیدم، یا اگه باشم به شکل خیلی محدود و خیلی در واقع سطحی هستش و اکثر در واقع کسایی هم که میان نسبت به این در واقع عوارض پایین اومدن سطح انرژی بدن صحبت میکنن، میگن آقا فلان چیز مضره، مثلا اعتیاد به این دلیل مضر. انگار که مثلا کسی که رفته سراغ اعتیاد نمیدونسته که این مضره یا این مثلا چه بلایی ممکنه سرش بیاره، یا کسی که مثلا میره سمت سیگار یا مشروبات الکلی آگاه نیست که مثلا این چیه، چه خطراتی داره، چه مضراتی داره. میان رو این چیزا فوکوس میکنن، رو این چیزا تمرکز میکنن، در حالی که اصلا مسئله این نیست، مسئله ریشه‌ای تر از این حرفه. و اگه ما اون سطح انرژی بدن رو بهش توجه نداشته باشیم و روش کار نکنیم، یعنی اینجوری نیست که سطح انرژی بدن خود به خود درست نمیشه. این یه چیزیه که خود به خود میتونه بیاد پایین. خب یعنی خود به خود بدن ما میل به اون سمت داره، یعنی هیچ کاری نکنی در واقع به خاطر همین چالش هایی که تو زندگی هست، به خاطر مسائل، اتفاقاتی که میفته، این ناخودآگاه خود به خود این اتفاق میفته. مثلا چاقی، مثلا برای چاق شدن شما لازم نیست کار خاصی انجام بدی، خود به خود همین که مثلا بخوری، بخوابی، فلان، یهو میبینی که وزنت 20 کیلو، 30 کیلو، 50 کیلو رفته بالا، بدون اینکه تلاش خاصی بکنی، بدون اینکه در واقع زحمتی به خودت بدی. این به شکل خود به خود، یعنی سطح انرژی بدن میل به پایین اومدن داره، مگه اینکه ما با یک سری از ابزارهایی بیایم این سطح انرژی بدنمون رو ببریم بالا، که متاسفانه در جامعه، نه فقط در ایران، در کل جهان هیچ گونه آگاهی در این زمینه داده نمیشه که اصلا سطح انرژی بدن چیه و چه رابطه‌ای با در واقع زندگی ما و عادتهای ما و در واقع مسائل مختلف زندگی ما داره و به چه شکلی تأثیر میگذاره، عوارضش چی هست. اینا رو کسی صحبت نمیکنه، آگاهی نمیده و فقط فوکوس میکنن روی نتایج و اون عوارضی که در واقع ناشی از همین پایین اومدن سطح انرژی بدنه. کسی نسبت به اون ریشه، نسبت به اون اصل موضوع
صحبت نمیکنن، آگاهی نداره که صحبت کنه، فقط میگن این کارو بکن اون کارو نکن. مثل اینکه مثلا انگار طرف چی میگن عمدن داره اون کارو میکنه، در حالی که بابا این سطح انرژی که میاد پایین تو ناخودآگاه یا شخص ناخودآگاه، حالا شاید یه مقدارم مقاومت هم بکنه ولی تا یه حدی میتونه مقاومت کنه، در نهایت به دام اون در واقع عوارض اون پایین بودن سطح انرژی میفته. مثل افسردگی دیگه، مثلا اینکه طرف افسرده میشه مگه خودش عمدن افسرده میشه؟ این سطح انرژی بدنش انقدر میاد پایین دیگه، یه جایی به بعد افسرده میشه دیگه. دست خودش نیست که افسردگی رو خودش انتخاب نکرده، که افسردگی از عوارض پایین بودن سطح انرژی بدن هستش، نه اینکه خودش رو در واقع افسرده کنه. اعتیاد و در واقع حتی من میگم فقر و نمیدونم گرایش به در واقع شهوترانی و لذت طلبی و امثال اینها هم باز از عوارض پایین بودن سطح انرژی بدنه. یعنی اگه سطح انرژی بیاد بالا خیلی از مشکلات، خیلی از مسائل خود به خود حل میشه، چنان که پایین اومدن سطح انرژی بدن یک سری از مشکلات، یک سری از عوارض رو که اشاره کردیم خود به خود به وجود میاره دیگه. سطح انرژی اومد پایین، یه جایی به بعد دیگه کنترل از دستت خارج میشه دیگه، مغز ذهن به صورت ناخودآگاه میره به سمت اون چیزا. در واقع اینم واکنش دفاعی بدنه، یعنی اگه این کار رو نکنه دیگه طرف نمیتونه ادامه بده، میتونی یعنی شخص تا یه جایی میتونه تحمل کنه، از یه جایی به بعد نیاز داره به مسکن، نیاز داره به یه سری چیزایی که اینو در واقع از اون وضعیت وخیم غم و اندوه و غصه و نگرانی و در واقع امثال هم نجات بده، نجات موقت، هرچند که به شکل موقتی باشه. خب با این توصیفات حالا میخوام که در این فایل ویدیویی راهکارهایی رو برای افزایش سطح انرژی بدن در واقع معرفی کنم، که حالا که این در واقع این اهمیت این موضوع رو فهمیدیم چیکار کنیم که سطح انرژی بدن ما افزایش پیدا کنه، چه راهکاری وجود داره. عرض کردم که ما برای اینکه مثلا بدن سطح انرژیش بیاد پایین کار خاصی نمیخواد، همین که درگیر مسائل و مشکلات زندگی بشی خودکاری میاد پایین، ولی برای بالا بردنش عین مثل بدنسازی و یا رژیم گرفتن و این چیزا میمونه دیگه. باید یه تلاشی بکنی، یه کاری رو آگاهانه و مداوم انجام بدی. نمیشه که مثلا یه روز، 2 روز، 5 روز، یه ماه این کار رو انجام بدی بعد بگی دیگه تموم شد، دیگه من سوخت کافی دارم و یه سال میتونم ادامه بدم. نه، اینجوری نیست. ما باید مداوم این کار رو انجام بدیم، هر روز و هر روز برنامه داشته باشیم. یعنی یا آگاهانه انتخاب میکنیم که این سطح انرژی بدنمون رو بالا ببریم و حفظ کنیم، یا این خود به خود میاد پایین و از یه جایی به بعد عوارضش دامنگیر ما خواهد شد، چه بخوایم چه نخوایم دیگه. یعنی سطح انرژی اومد پایین دیگه، از اونجا به بعدش کنترلش دست ما نیست. خود سطح انرژی بدن کنترلش دست ماست. ما میتونیم قبل از اینکه وضعیت به اون حد از وخامت برسه اینو کنترل کنیم، بالا نگه داریم، حفظش کنیم. ولی اگه توجه نکنیم، همینجوری بی خیال و بدون برنامه زندگی کنیم، از یه جایی به بعد این گرفتار عوارضش خواهیم شد و اون موقع بالا آوردن سطح انرژی بدن کار سختی میشه. نمیگم نشدنیه، ولی سخت میشه دیگه بالا آوردنش. دوباره باید در واقع یک کوهی رو انگار رفتی پایین، یا یه چاهی رو رفتی پایین، دوباره میخوای از اون چاه بیای بیرون، یه مقدار سخت میشه. پس ما اگه اهمیت ندیم و در واقع برنامه‌ای برای بالا آوردن سطح انرژی بدنمون نداشته باشیم، بعداً در واقع باید چندین برابر این هزینه کنیم، چندین برابر این باید زحمت بکشیم. حالا راهکارهایی که برای افزایش سطح انرژی بدن میتونیم ذکر کنیم، اولین و مؤثرترینش که به شدت تاثیرگذاره سپاسگزاریه. یعنی هیچ چیزی من به تجربه میگم به اندازه سپاسگزاری نمیتونه سطح انرژی بدن رو بیاره بالا. سپاسگزاری چیه؟ سپاسگزاری یعنی توجه کردن به داشته ها، چه چیزهایی داری، نه اینکه تمرکزمون باشه روی نداشته ها. خب ما نداشته هامون یا در واقع خواسته هامون رو خوبه بهش توجه کنیم، بخوایم، خب دنبالش باشیم، ولی اینکه دیگه تمرکزمون کلا رو اونها باشه و داشته هامون رو نبینیم، این میشه ناسپاسی. این میشه در واقع
خودکار همین موضوع باعث میشه که سطح انرژی بیاد پایین، چون مدام داریم به چیزی توجه میکنیم که در واقع احساس بدی در ما به وجود میاره. احساس بد یواش یواش سطح انرژی رو میاره پایین. خب پس سپاسگزاری یکی از مؤثرترین ابزارهاییه که خداوند مجانی در اختیار ما قرار داده. یعنی نه نیاز پولی خرج کنی، نه نیاز در واقع کار سخت آنچنانی رو انجام بدی، تایم آنچنانی هم نمیخواد. یعنی شما روزی نهایت نیم ساعت وقت میذاری و سپاسگزاری میکنی. حالا یه فایل جداگانه برای این سپاسگزاری هم من در واقع تهیه میکنم که اونجا قشنگ این موضوع سپاسگزاری و سپاسگزاری اصولی و قلبی رو توضیح میدم که سپاسگزاری فقط یه ذکر نیست، یه اینجوری نیست که بگیم شکر شکر یا مثلا خدا شکر فلان چیزو دارم. این باید یه احساسی در ما به وجود بیاره، احساس قلبی. یعنی سپاسگزاری در قلب، نه در زبان و نه حتی در مغز، در قلب باید در واقع شکل بگیره. دومین مورد، حالا نقطه مقابل این هم میشه ناشکری دیگه. ناشکری باز شاخ و دم نداره. ناشکری یعنی چی؟ یعنی گله کردن، شکایت کردن، نالیدن، ناراضی بودن به هر دلیلی. خب به هر دلیلی، مهم نیست که دلیل چقدر منطقیه، چقدر حق با توه. خب مهم نیست، مهم اینه که داری ناشکری میکنی به هر دلیلی که باشه. داری از حکومت گله شکایت میکنی، نمیدونم از یه عامل خارجی، یه بیگانه یا هرچی از هر عاملی که در واقع ناشکری گله و شکایت میکنی، چه تو زندگی خودت باشه، چه تو اجتماع باشه، چه تو هر زمینه ای باشه، داری ناشکری میکنی و همین موضوع هم باعث میشه که سطح انرژی بیاد پایین و نتیجهش هم که تو مسائل مالی، مسائل عاطفی، روابط اجتماعی، تو همه چی دیگه خودش رو نشون میده. تو سلامتی عرض کردم دیگه، اهمیت سطح انرژی بدن رو گفتم دیگه. کسی تو این مورد که نباید دیگه شک و تردیدی داشته باشه. این از مسائلیه که واقعا بدیهیه، روشنه دیگه، نیاز به اثبات کردن هم نداره. راهکار دومی که برای افزایش سطح انرژی بدن میتونم ذکر کنم مدیتیشنه. مدیتیشن هم باز مدیتیشن یا سکوت کردن، ذهن رو خلوت کردن. چون خیلی از این در واقع مسائل، خیلی از این چیزهایی که باعث سطح پایین اومدن سطح انرژی بدن میشن در واقع ذهنی هستن. یعنی شاید تو بیرون اتفاق خاص ناجور آنچنانی هم اتفاق نیفتاده باشه. میگن از کاه کوه میسازه. این ذهن این قابلیت رو داره، از کاه کوه میسازه. این مدیتیشن کمک میکنه که نذاره ذهن ما از کاه کوه بسازه. مدیتیشن از این جهت خیلی خوبه که در واقع ذهن رو آرام میکنه، ساکت میکنه. یه مقدار که آرام شد، یه مقدار که سکوت کردیم، توجه نکردیم به اون افکاری که هی داره تو ذهنمون میچرخه، باعث میشه که خود به خود اثرشون هم کمتر بشه و یه ذره هم تلاش کنیم میتونیم از اون چرخه خارج بشیم، از اون چرخه منفی که تو ذهنمون شکل گرفته خارج بشیم. پس مدیتیشن یا سکوت کردن و نماز هم در واقع عین مدیتیشنه و توجه ما رو از مسائل روزمره بر میداره، میذاره روی خداوند، روی قدرت. اگه نماز درست باشه، نه فقط دل راست شدن باشه، نمازی که با توجه خونده بشه. نماز معانی داره، معنا داره. چیزایی که داریم یه دیالوگ دیگه، انگار داری با خدا صحبت میکنی. اگه دقت کنیم به این صحبت ها، همه این صحبت هایی که تو نماز گفته میشه کدگذاری شده است. یعنی صحبت معمولی نیست، هر تک به تک جملات معنایی پشتشه که اگه به اونها توجه کنیم به راحتی میتونه در واقع مسائل و مشکلات رو کوچیک کنه و خدا رو بزرگ کنه و ما رو متصل کنه به اون منبع قدرت، منبعی که در واقع همه چی در دست اونه. اگه ما در نمازهامون به اون حد از در واقع درک برسیم، هر باری که نماز میخونیم در واقع مسائل و مشکلات خود به خود کوچیک میشن، ناپدید میشن و قدرتشون رو از دست میدن که بتونه ما سطح انرژی بدن ما رو بکشه پایین. بازم نمازم خب میدونید که تو روز 5 نوبته، اینم باز دلیل داره. یعنی ما هر 3-4 ساعت یه بار نیاز داریم که ریکاوری بشیم، یه بار نیاز داریم که بدنمون رو ریست کنیم، تنظیمات کارخونه رو بزنیم روش که این مسائل، این مشکلات روزمره زندگی ما رو، سطح انرژی ما رو در واقع مختل نکنه، نیاره پایین بیش از اندازه که دیگه نشه کارش کرد.
مورد بعدی ورزش کردنه. ورزش کردن هم خب به شدت تأثیر گذاره، چون اولا باز ذهن رو در واقع خالی میکنه، توجه و تمرکز رو از مسائل و روزمرگی خارج میکنه و روی مسائل روی در واقع تمرکز رو از چیزهای منفی برمیداره. کلیتش این میشه. هم از اون طرف که یک سری در واقع هورمون هایی تو بدن ترشح میشه که خود به خود باعث ایجاد شادی و افزایش سطح انرژی بدن میشه. بعد ورزش های از بین ورزش ها هم ورزش های هوازی مثل دویدن، دوچرخه سواری و امثال هم یا شنا بسیار بسیار مهمه و میتونه که به شدت تأثیر بذاره، سطح انرژی بدنمون رو حداقل حفظ کنه. یا مورد بعدی میشه رقصیدن که خودش هم یه نوع ورزشه، هم چون با موزیک و شادی همراه هست به شدت میتونه سطح انرژی رو ببره بالا. جزو مواردیه که رقصیدن، یعنی اگه بخوام بگم بعد از شاید سپاسگزاری، رقصیدن و شادی در واقع مثبت ها، نه اینکه مثلا هیجان بیش از حد و اینا توش باشه. موزیک های شاد و ملایم که باعث لطافت روح و در واقع مثلا خودکار آدم میره تو فاز رقصیدن، اینا باعث میشه که سطح انرژی بیاد بالا. و خب گوش دادن به موزیک هم حالا بدون رقصیدن هم باشه باز هم تأثیر میذاره، به خصوص دیگه در اون مایه اون آهنگ شاد باشه، نه آهنگای غمگین، نه آهنگایی که نمیدونم از شکست عشقی و از نمیدونم قربانی شدن توی رابطه و امثال هم صحبت. اینا به شدت اتفاقا منفی هم هستن، سطح انرژی رو میارن پایین. حتی موزیکایی که در واقع موزیکایی که چیز هستن، هیجان بیش از اندازه ایجاد میکنن، هیجانی ان اصطلاحاً، اینها هم درسته یه لحظه در واقع اسپایک میکنه ذهن رو و بدن رو میاره تو حالت هیجان، ولی بعد که فروکش میکنه سطح انرژی میاد پایین. از نظر من، این نظر منه، که موزیکایی که اون مدلی هستن جالب نیست، ولی موزیکایی که خب در اون مایه آنها شادیه، انرژی بخشه، امید بخشه، اینا خیلی تاثیر مستقیم و خوبی روی بالا آوردن سطح انرژی بدن میشه. مورد بعدی هم که بخوام بگم پرداختن به هر نوع کار فیزیکی هستش که ذهن ما رو باز از درگیر شدن به مسائل و چیزهایی که منفی هستند و یه چرخه‌ای در واقع تو ذهن ما ایجاد شده و احساس ما رو بد کرده. خب احساس ما نشانگر ماست، قطب نمای ماست. ما وقتی احساسمون بد میشه باید به فکر چاره باشیم، نه اجازه ندیم که این همینجوری رشد کنه، همینجوری در واقع از کاه کوه بسازیم. بیشتر میگم ذهنیه دیگه. پس هر کاری که باعث بشه که ما ذهنمون از توجه کردن به اون مورد منفی خارج بشه، حداقلش اینه که نمیذاره سطح انرژی افت کنه از یه حدی. پس پرداختن به هر نوع کار فیزیکی و مخصوصا اگه اون کار فیزیکی تمیزکاری باشه، یا مثلا شستن ظرف، تمیز کردن خونه یا نظافت شخصی، این خود به خود باعث افزایش انرژی بدن میشه. از بین تمام این مواردی که حالا 5-6 موردی که گفتیم، مهمترینش از نظر من سپاسگزاری. به تجربه سپاسگزاری یک ابزار بسیار بسیار مهمیه که سطح انرژی رو به شدت میکشه بالا. یعنی سپاسگزاری جزء مثلا حالا شاید یه رده پایین‌تر از عشق باشه، سپاسگزاری بسیار بسیار فاز مثبت و بالاییه. سپاسگزاری نزدیکترین فرکانس به فرکانس منبعه، به فرکانس خداونده، اگه اصولی و درست باشه. یعنی انقدر ما رو سپاسگزاری در واقع تمرین کنیم، انقدر روش تمرکز داشته باشیم، انقدر تکرار کنیم که دیگه جزئی از روتین زندگیمون باشه و حتی دیگه در طول روز، در واقع در هر کاری که انجام میدیم این جز ورد زبونمون باشه. الهی شکرت، خدای شکرت. توجه کنیم به چیزهایی که داریم، توجه کنیم به زیبایی‌های زندگیمون، توجه کنیم به داشته‌ها. به قول معروف اون نیمه پر لیوان رو ببینیم، همش چیزهای منفی رو نبینیم، همش دنبال گله کردن، شکایت کردن، نالیدن، قصه خوردن، نمیدونم مقایسه کردن خود با دیگران نباشیم، چون اینها به شدت انرژی رو میاره پایین. کاری که سوشال مدیا انجام میده که هی در واقع چیزهایی رو نشون میده که ما ناخودآگاه میایم مقایسه میکنیم خودمون رو با دیگران و این به شدت سطح انرژی رو میاره پایین.
یه سری کارها رو ذهن خود ناخودآگاه انجام میده. یعنی شاید اون کسی که داره در واقع یه چیزی رو نشون میده، حالا ظاهرش اینه که یه چیز جالب رو نشون میده، ولی تو ناخودآگاه ما ذهن ما یه واکنش دیگه داره نشون میده. ذهن ما میاد مقایسه میکنه ما رو با اون، خب در حالی که نمیدونیم اون شاید فقط به خاطر یه لحظه داشت کلیپ میگرفت، میخواست یه شو آف کنه، اون در واقع کلیپ رو گرفته، اون پست رو گذاشته و مثلا بقیه زندگیش اون شکلی نیست. ذهن ما اینو نمیفهمه و در دام مقایسه کردن، در دام در واقع حسادت که به شدت منفیه، به شدت سطح انرژی رو میکشه پایین، گرفتار میشه. و میگم نقطه مقابل همه اینها میشه سپاسگزاری و تحسین کردن. یعنی اگه کسی رو هم دیدید چه تو سوشال مدیا چه تو اجتماع که وضع مالی، وضع عاطفی، از هر لحاظ وضعش بهتر بود، خوب بود نسبت به شما، به جای اینکه اجازه بدی ذهن به شکل ناخودآگاه بره به سمت مقایسه کردن و احساس شما رو منفی کنه، تحسین کنید. بلافاصله انقدر این کار رو انجام بدید که ناخودآگاه بشه براتون. تحسینش کنید. تحسین کردن باعث میشه که همون چیزی که شما تحسین میکنید خودتون هم جذبش کنید. خیلی راحت اون نعمت وارد زندگی شما هم بشه. خلاصه تمام این مواردی که ذکر شد خیلی مهم است، خیلی تاثیرگذار میتونه باشه. حالا نمیخوام دیگه وقت ویدیو بیش از این زیادتر بشه. انشالله در فایل های بعدی، در ویدیوهای بعدی راجع به سپاسگزاری و در واقع توجه به نکات مثبت زندگی بیشتر صحبت میکنیم که همه اینها در نهایت باعث میشه که سطح انرژی بدن ما بره بالاتر. سطح انرژی بدن بالا باشه، همون طور که گفتیم سطح انرژی پایین باعث میشه که بسیاری از عوارض و مشکلات به دنبال خودش میاره. بالا آوردن سطح انرژی هم بسیار بسیار برکات وارد زندگی ما میکنه که انشالله در ویدیوهای بعدی بهش میپردازیم. شاد باشید، پیروز و سربلند. تا دیداری دوباره، بدرود.